السلام علیکم سړی ستړی مشي سړی ستړی مشي ما نه موږي تا ته وایم ستړی مشي خدای خو به راوړی وروره ای ما افغاني روپۍ نه مفتم قدس ما سرګي کاپته بوچه په پښتو نه پوهېږې نه نه افغاني روپۍ نه مفتم قدس ما سوچه هزارګي کاپته خدای خو در راوړه د سپي بشیه دلته چیشته راغلی دی ما افغاني رو قدر نمفهم بس سخی نمفهم فقط قدر ما هزارگی قدر ما کپته باچه خاله ما برید با پارسی میپامی فارسی رو میدونم افغانی رو پیدا مفتم ما بس از تو پرسان کردیم پیشتر با پشتو گفتم که مانده نباشی جور بشی جر بشی جر شاید تو خوب بخیر تو خیره طبیعت برابر ده دیوالان شده بس ماخ نکو خیری پاک بی از مرا شوراندی برای توی از تو شیخ میشه گمش کن ماخ کم کن تو چیز برای خدایی تو دقیق مفهمی نه کم ماخ کن بخی قدر روی از مرا شوراندی با قرآن که دانید امی تو خر اوری نسوار بویم تو چیز بگی ناسی داره ترگموه با خدای تو مزه میده گلی گلا بری خدای خدا راوله براره استرده میشه بخیر راغله قدر نکو خر از مطور مخوره خدای خدا راوله خب ما یک سوال از پیشید میکنیم با ما یک جوابی بسیار محکم بگو خب سوال خوره بگوی ما یک بسیار شوقی سیم خود دلای ما با قرآن سیاسی از سیم رنج و تکلیف دنیا ما یک غزل برید میخوانیم یک بازی بری ما بکن بیخوان قدر من قدر شوقیم با خدا چیزی سه غزل در بلده از پشپو میکنم بیخوان کمی پستر برو کمی لیورس برو یتا د منګي غاړه میشنه لمن می سپینه سنم ګل په غاړه می زنګېږي تویزونه سنم د منګي غاړه میشنه لمن می سپینه لیلا ګل په غاړه می زنګېږي تویزونه لیلا د منګي باس کاکای چیز میگم دسته کاکای فقط بلده از من ازرگی خواندن کنم بلده از تو پیشپوی ازرگی میکنم پیشپو چی است؟ اینه بازی ازرگی میکنم بلده از تو بازی ازرگی رو مفهمی نه ما که با ازرگی هیچ نمیفهمیم خب من دیگه در افغانی تاسو نمیفهم گم که دیگه قدر بلده از من باید افغانی نخون که من بلده از پیشپو مشپو نمیکنم خب ما یک سوال دیگه از پیشید میکنیم خب بگوی سوال خوره همی پلوان خو از ما از من زمین ما تو چی کار آمدی ما هیچ کم خر خوره بیچارن پس توی خانه خمرم تا غل خوری چرا عقل دی دلته نه غل نیم مو مردم غل بیعقل موگم تو چیز بگه کاکای گپ خوره دانسته دی کجا شدی؟ چیز بلای خدا بودی جینی بود پری بود کجا کلی از برای کش کردیم مولا عبدالله غندکی رو خدا رسیم نه خدا خلاص بابای میزنه کام کنم ایده قرآن گلو نیگر مخکره شده سپی بچیم خدا راستی خیشتنگ از من پاره کرد